روزی موسی به کوه طور می رفت. خودم را به او رساندم و گفتم می خواهم چند پند به تو بیاموزم. در ابتدا موسی که به من گمان بد داشت تقاضای مرا نپذیرفت تا اینکه جبرئیل از موسی خواست که به حرفایم گوش دهد و آنگاه به موسی گفتم اولین پند من این است که در صدقه دادن عجله کن وگرنه پشیمانت می کنم. دوم اینکه با زنان نامحرم خلوت مکن که من نفر سوم شما خواهم بود. سوم اینکه خشم مکن که آن آرزوی من است. چهارم اینکه به حرام نزدیک نشو که من تو را به درون آن می اندازم. از این به بعد قصد داشتم سخنان فریبنده بزنم که جبرئیل بلافاصله موسی را آگاه ساخت و گفت دیگر به سخنانش گوش نکن. به خاطر این کار از جبرئیل ناراحت شدم، چرا که چند نصیحت بسیار مفید را به طور مجانی فاش ساختم بدون اینکه به مقصودم برسم. روز دیگر در حالی که کلاه رنگارنگی بر سر داشتم به موسی برخورد کردم. به من گفت این چیز که بر سر داری؟ گفتم با آن دل آدمیزاد را می ربایم. گفت چه گناهی است که با آن بر انسان مسلط می شوی؟ گفتم از خود راضی و خوشنود شود و اعمال نیک خود را بزرگ و گناهانش را کوچک شمارد. خاطره دیگری که از موسی به یاد دارم و بسیار تلخ بود این است که پیش موسی آمدم و گفتم نزد خدا از من شفاعت کند که مرا بیامرزد. موسی به خداوند گفت و خداوند نیز پیغام داد که به ابلیس بگو نزد قبر آدم رود و بر آن سجده کند. من هم با همان تکبر همیشگی گفتم آن روز که زنده بود بر آن سجده نکردم، حال که مرده است من هرگز چنین نمی کنم.